هیچ آدم حقیقی ندیدم که در بازار سهام برنده باشه و موندگار. و همیشه هم براشون ناراحت شدم، همیشه هم براشون قصه خوردم. ولی واقعیت اینه که دوست دارین تجربه کنین. من اصلا اتفاقا آدمی که تجربه کنید، ولی حد بذارین، با خودتون صادق باشین و درس بگیرین. نگین من حد گذاشتم باختم، درسمو گرفتم، دفعه بعد میبرم. نه، حد گذاشتی باختی، فهمیدی این کاره نیستی، برو یا هوایی بذار کسر کلت بخوره، یه کار دیگر رو امتحان کن. و واقعیتش هم اینه که همه چی توانمندی و دانش شما نیست. 1001 المان اقتصادی هست که در بازارهای سهام دنیا مداخله میکنه. 1001 عامل اقتصادی هستش که به صورت اولیه یا ثانویه تاثیر میذاره و تاثیر میگیره. و من حتی کسی که تو این زمینه میتونم بگم، حالا یه ادعا ندارم ولی کار زیادی کردم، هم بعضی وقتا آشمز میکنم. یعنی سورپرایز میشم همچنان، اصلا تعجب میکنم که چطور این المان دیده نشده. بازارهای مالی، مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی مثل دو تا دوقلو هستن، خواهر برادر دوقلو هستن. همونقدر که برای شما مسائل سیاسی پیچیده هست، کاری ندارم همه تو مملکت ما استاد سیاستن، ولی واقعیتش اینه که هم جا میمونن همیشه از همه چی. ولی واقعیتش اینه که هر چقدر که اون پیچیده هست، این 10 برابر 100 برابر پیچیده تر هستش. و یه جایی فکر می‌کنم برای مشکل اینه که ما به این باور باید برسیم که ما اونقدری هم که فکر میکنیم کار درست تو همه چی نیستیم.